فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حالا این خواهرمون سالهای دیگه هم دارن که چه بسا مهمتر هست. در مورد حجاب پرسیدن و میگن که چرا حجاب در دین مبین اسلام به زور و اجباره با این تعبیر؟ نه. احکام اسلامی ما ببینیم که یک نوع سهولتی رو که در دین مبین اسلام ما داریم در بقیه ادیان به صورت کلی ما نداریم. احکامی که در دین مبین اسلام هستند اینها زایده خود اصل پذیرش دین هستند. در اصل پذیرش دین با تمام قوانینی که دارد، نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج هست، حقوق دیگری که بر خود شخص هست، حقوق الهی که برای انسان تعریف شده، حقوقی که دیگران بر انسان دارند، تمام موارد و تمام احکام شریک هستند. اینها زیر مجموعه خود اصل دین هستند و اصل ایمان هستند. در اصل ایمان هیچ گونه اجباری وجود نداره. یعنی در طول تاریخ ما اینو نداریم که یک فردی رو بیارند شمشیر رو بر بالای گردنش گذاشته باشند که یا مسلمان بشه یا اینکه تو را مثلا ما میکشیم. بله، از نظر شرعی جایز هست و این حکم شرعی این است که انسان‌ها جهاد میکنن، مسلمانان جهاد میکنن برای اینکه دین اسلام رو غالب بکنن و به مردم اینو در واقع برسونن، این دین الهی رو. اما این که قهرن و جبرن باید اسلام رو بپذیرن، چون این حکمی رو ما نداریم و به اختیار خود انسان هست که اسلام را قبول میکنه یا اینکه اسلام را قبول نمی کند و چندین گزینه هست، یا اسلام را قبول بکنند یا اینکه در واقع جزیه بدهند و مواردی که در بحث جهاد شرکت مطرح شده. اما این که یا اسلام یا قتل، چون این حکمی رو در شریعت اسلامی ما نداریم. و زمانی که یک انسانی اومد به اختیار خودش و با رضایت خودش دین مبین اسلام را در واقع قبول کرد، به این معنی هست که اسلام را با تمام احکام خودش قبول کرده. و از نظر شرعی این حقوقی که بر یک انسان هست از نظر در تعبیر شرعی جزء فرائض هستند یا واجبات شرعی هستند، اینها با خود پذیرش اسلام خودت قبول کردی که اینها رو عملا انجام بدی. وقتی که تعهد کرده که انسانی من مسلمان میشم، نماز میخونم، زکات میدم، حج انجام میدم، روزه میگیرم، حجابم را مراعات میکنم، صله رحم میکنم و بقیه مواردی رو، این اعترافی رو که خود شما کردی، این موردی رو خودتون تعهد کردی که من این موارد رو انجام میدم، بعد از این اعتراف و بعد از تعهد اگر این امور رو انجام ندهی قطعا مجبور میکنن تو رو که این موارد رو باید انجام بدی. اما این به معنی جبر نیست که مجبور هستی که این احکام رو انجام بدی. در اصل پذیرش اسلام مجبور نبودی، اسلام رو پذیرفتی، مجبور هستی که این موارد رو در واقع انجام بدهید. و همچنین حجاب ده که سلسله مراحلی رو دارد و حجاب یعنی یک پذیرشی هست، یعنی هم حق خود فرد هست و هم حق دیگران هست. چه بسا به خاطر مراعات نکردن حجاب یا به خاطر پوشش نامناسبی که یک فردی دارد افراد دیگری اغوا بشوند و در گناه بیفتند و گناهشون برمیگرده به همین انسانی که بد حجاب هست و در واقع بد لباس است. پس بنابراین مصلحت حجاب اولا برمیگردد به خود فرد، به خود اون خانمی که حجاب شرعی رو مراعات میکند و ثانیاً برمیگردد به تمام افراد جامعه و ضررش هم برمیگردد به خود این فرد، چه بسا با مورد تعرض قرار بگیرد یا برمیگردد به جامعه. و در این موارد حاکم شرعی و قوانینی که اسلام تعیین کرده باید این ضرر رو لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، چه این ضرر متوجه خود این فرد باشه یا متوجه دیگران باشه، باعث افساد دیگران باشه، به هر صورت اسلام جلوی این در واقع فساد رو میگیرد. البته ایشون سوالشون باز هم مهمتر و شاید اساسی تر هست. در ادامه پرسیدن که تقریبا شما پاسخ گفتید به این سوال، اما باز هم میپرسم. ایشون پرسیدن که چرا در دین اسلام همه چیز اجباره، یعنی این عبادت، حالا حجاب و غیره، اما در ادیان دیگر این گونه نیست؟ در ادیان چه قبل از اسلام باشه که ادیانی که قبلا بودن در یهودیت و در نصرانیت یا ادیان دیگری، با پذیرش اصل دین اجبار وجود داره. در هیچ دینی ما نداریم که یک سری احکامی را داشته باشه که جز اساسیات باشند، اصول اون دین باشند و اجباری در واقع صورت نگرفته باشه. هم در یهودیت بوده و هم در نصرانیت بوده، یک چیزهای معیار اصلی دین هست. اگر ما مثلا بگوییم که شما مسلمان باشید اما نماز نخونید، اختیار خودتون، نماز میخونید بخون، نمیخونید نخونید. همچنین روزه، زکات، حج، حجاب و بقیه احکام را، اگر تمام احکام در هر دینی واقعا اختیاری باشه، پس بنابراین شما اون دین رو
نپذیرفتید. هر دینی دارای یک قواعد، یک اصول و ضوابطی هست که و حتی هر حزبی و هر گروهی رو هم که شما تصور بکنید این اصول و این مبانی و ایدئولوژی های خاص به خودش را دارد و هر کسی که این اصل دین را یا اون حزب را یا هر گروه دیگری رو پذیرفت عملاً باید پایبند تمامی اصول و قواعدی باشه که در اون دین یا در اون مرام و نظام وجود داره. جزاکم الله خیر. همون به هر حال احزاب و گروه هایی که هستن معاصر اساسنامه‌هایی دارند و پیروانشون رو پایبند به این اساسنامه میکنن. خب دین مبین اسلام که یک قانون الهی است خب اولاتر هست.